تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی، حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگیت و میرخواجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتار هفتم. به همین منوال شاه پرتاوی وطندار غند شد. آن زمان دو پسر داشت، فرخشاه و شاه جهان. شاه کلان شاه نیاز سید موسی و خواهرانشان در سیجد به دنیا آمده کلان شدند. چون پسران دیگرش سید فرخشاه را نیز خودش تعلیم داد. وقتی که سالش به 14 رسید، همراه یک روحانی سوچانی به هندوستان روان کرد. آن مرد مال زکات می برد. سید فرخشاه قصد تحصیل داشت. با همین 12 سال در بامبی ماند. در این مدت در مدرسه تحصیل کرد. به دربار امام زمان شاه علی شاه را یافت و مرتبه پیری را به دست آورده به شغنان برگشت. آن زمان قباد خان مرده بود و پسرانش بین خود مناقشه داشتند. عبدالرحیم خان از فیض آباد به سر برادرش عبدالعزیز خان که شاه شغنان بود لشکر آورد. عبدالعزیز خان جانب درواز گریخت، ولی در ده آخرین شغنان نوکران برادرش او را دریاب کرده به قتل رساندند. سید فرخشاه که از هندوستان تازه برگشته بود، از بی حاکمیتی استفاده برده راست به خانه از دست رفته پدریش رفت. صاحب خانه آقسخال کرانج چون دانست که سید فرخشاه با فرمان حاضر امام پیر تعیین گشته است، در یک روز خانه را خالی کرده به اختیار او گذاشت. عبدالرحیم خان هم بعد به دست آوردن تخت و تاج به ملک سید فرخشاه دست درازی نکرد، زیرا می دانست که به محکمه کشیدن پیر تازه تعیین گشته به ضرر خودش انجام می یابد. نه قاضی طرف شاه را می گیرد نه خلق. سید اهل خانواده‌اش را به دیهه برگرداند و خود از شاه برای ساختن کوشک در پارشنیل وثیقه گرفت و سرای بهار را بنیاد کرد. آوازه پیری قانونی تعیین گشتن سید فرخشاه به تمام پامیر پهن گشت. شاه ملنگیان از هر جانب رو به منزلش آورده با او بیعت کردند. نخستین کسی که به خدمتش رسید و رسم بیعت را به جای آورد همین شکاربیک و پسرانش بودند. شکاربیک زکات چند سال نسپرده خود را به او تسلیم کرد و گفت: پیرم، اکنون آشمان حلال شد و بی تشویش از گروه ما می گذرد. هرچی فرمایی با تمام اولاد در خدمتت ایستادم. شکاربیک و شاه پرتاوی پس و پیش عالم فنا را ترک کردند، اما دوستی فرزندانشان به همان شیوه و جذبه بلکه بهتر و بیشتر از آن دوام یافت. شاه شغنان 2-3 مراتبه به عوضبیک منصب دادنی شد، ولی او به خاطر آنکه در دل پیرش گمان بدی نافتد قبول نکرد. اینک عوضبیک و نغزبیک به یک اشاره او باز راه طولانی بین سوچان و پارشنیو را در 2 ساعت پیموده به خدمتش رسیدند. چون هر وقته دستشان هم پر بود. عوضبیک 2 بوجی گندم، نغزبیک 1 تخته نمکسنگ، 1 دست رغزه خوشبافت و 1 سرکه نوکشته سوغاتی آوردند. سید برادران را به صوفه بلند ایوان سر دسترخوان شناند و دست به دعا برداشت: بار الها، مهر و محبت خودت را به ما و مهر و محبت ما را به خودت و مهر و محبت بندگان را بر یکدیگر زیاده و صاف و بی خلل بگردانی. الها توفیق را رفیق ما بنمایی و ما را به راه راست هدایت بفرمایی. دست بر او کشیدند، حال هم پرسیدند و سر تناول فطیر شوربای با مزه عوضبیک سبب دعوت را پرسید.
پیر تصمیمش را در خصوص همخانه گشتن با خواهر شاه بیان کرد و در آخر به سوال او چنین جواب داد: نخواستم که پیش از وقت نیتم در بین دوست و دشمن آوازه شود، لذا از اهل پرشنیف فردا کسی را همراه نمیگیرم. اگر شد و یوسف علی خان رد کند، این گپ بین ما میماند. اگر راضی شود، تنها در روز نکاح عفیا میکنیم. چنان که خداوند خود میگوید: و سخن خود را پنهان کنید یا آن را آشکارا گویید، همانا خدا به آنچه در سینه ها باشد داناست. روز دیگر یوسف علی خان لباس فاخر پوشید و بر اسب سرخ رنگ دوست داشته‌اش نشسته در بین عوضبیک و نغزبیک راهی بحر پنجه را پیش گرفت. نزدیک چاشتگاه پنج را عبور نموده راست به بحر پنجه هی کردند. دو ندیم شاه آنها را پیشواز گرفته به بارگاه در آوردند. شاه سید فرخ شاه را بغل کشید و از دو کتفش بوسید. چنین طرز واخوردی را عوضبیک و نغزبیک بار اول دیده باشند هم حیرتشان را آشکار ننموده هر دو در نزد شاه به زانو نشستند. هر قدمت بالای دیده پیر روشن ضمیر ملک سید فرخ شاه والا نسب، کلاه هم به کیوان رسید، از چهره نورانیت بارگاه هم منور گشت. شیرین زبانی کرد یوسف علی خان و دست به کتف عوضبیک و نغزبیک گذاشته آنها را به پای خیزاند. فرخ شاه دست به دعا برداشت: الها گذشتگان این منزل و مکان را رحمت کنی و ماندگانشان را در پناه عصمت خودت نگاه داری و عاقبت کارشان را به خیر گردانی. آمین یا رب العالمین. پس از آن که دست برو کشیدن، یوسف علی خان مهمانان را به صوفه دراز که دستارخوان پر از انواع خوراک و میوه داشت دعوت کرد. رسا 12 سال همدیگر را ندیده ایم. گفت شاه: چه حادثه های از سرمان گذشت سید. عذاب غریبی را تو از من بهتر میدانی. ناتوان بینان بین ما اختلاف انداختند، از من و برادرم دشمن جان هم ساختند. شکر بهت خدا را که باز دامن دولت به کف آوردیم و شرفیاب سروری رعیت را به ما نصیب و روزی گردانید. من بسیار افسوس میخورم که مدت ستاره نحس دنبالگیر خانواده شاهی بود و مسلمانان در عذاب و ذلت، اما خداوند به ما بشارت داده است که شما را به چیز از ترس و گرسنگی و نقصان مالها و جانها و میوه‌ها می آزماییم و صابران را مژده ده. کسانی که آزمایش خداوند را به شکیبایی مرور می نمایند راه یافتگانند. شاه هم خوشنودم که در مغاک تاریکی پشت به نومیدی ندادی و به وادی روشنایی قدم نهادی. ما آسودگی خاندانت را می خواهیم و از درگاهت آبادی ملک را انتظاریم. اگر نخبگان مملکت در این امر مددگار نباشند، خلق را لجام زدن کارست دشوار، بخصوص از خودت که نه تنها هزاران مرید آرزوی دستبوست را دارند، بلکه پیرها هم از تو قضاوت میگیرند. امید یاری بسیار دارم. شاه، تو از هر کسی بهتر میدانی که گذشتگان رحمتی من برای اصلاح و صلاح امور دولتداری چه خدمت‌هایی کردند. گذشته از این ما همه وقت از خاندان همدیگر امید کرده ایم و از این پیوندها ثمرهای نکو بسیار دیده ایم. الان هم به همین مقصد نجیب آستان بلندت را زیارت آمده ایم. یوسف علی خان خنجری به کمر آویخته را از غلاف کشیده روی دستارخوان گذاشت و گفت: از رسیدن این کار نهایت شادمان گشتم. خود همان لحظه به پهلویم آویختم. اکنون می خواهم بدانم که سید کی را از خانواده بنده شرفیاب کردن می خواهد. فرخ شاه گلو روشن کرد و پاسخ داد: شاه، خداوند تبارک و تعالی برکت خاندانت را زیاده گرداند. در آوان جوانی هم شادی همخانه گشتن با اهل بیت والا گوهر شاهی را داشتم، اما سفارت طولانی در هندوستان و بعداً جدالهای سالهای آخر امکان ندادند که به این بارگاه قدم گذارم. حالا عقل گیرا و دست توانای تو چون این فرصت را فراهم آورد که بارک الله و باز هم بارک الله. من در شاهدی این دو نزدیکترین دوستم به طلب زندگی آمدم و مشخصاً توقع دارم همشیره خوشنام و با تقوایت که به بخت بنده هدیه یگان طلبگارش را قبول نکرده است با حضور مبارکش کاشانه مرا مزین می‌گرداند. چهره یوسف علی خان یک باره شکوفت.
هم از آن که در خصوص کرا بزنی خواستن فرخشاه تخمینش درست برآمد، هم برای آن که نهایت خواهر دلگیر و خسته شدهش صاحب پیدا می کند و برومندترین شخص شغلان زمین با او همخانه می گردد. شاه برخاست و گفت قبول، سرم را به آسمان رساندی سعید. مهمانان نیز سبک از جا برخاستند و فرخشاه به شاه دست دراز کرد. شاه او را آغوش گرفت و از دو کتفش بوسید، سپس دست عوضبیک و نغزبیک را هم یک یک فشرده بار دیگر مهمانان را خیر مقدم گفت و باز در جایشان نشستند. فرخشاه دست به دعای خیر برداشت. خدایا خداوندا بزرگی و مهربانی بکن و ما را بر رحمت بیکرانت از شر دو عالم نگه بدار و زبانمان را به ذکر خود گویا بساز و دلمان را از عشق و محبت بیتاب بگردان و بر ما منت بگذار و دعایمان را مستجاب بفرما و از لغزشمان بگذر و خطایمان را ببخش. اینک رو به سوی تو آوردیم و دست حاجت به درگاه تو دراز کردیم، پس به عزت و اقتدارت قسم که دعایمان را مستجاب بگردان و ما را به آرزویمان برسان و امیدمان را به فضل و کرمت ناامیدی مگردان و از شر دشمنانمان از جن و انس کفایت بفرما. آمین. الله اکبر. همه دست برو کشیدند. یوسف علی خان گفت سید، این کار خیر را کی انجام داده می‌خواهی؟ تا آخر ماه، حالا که برف نباریده و راهها یخبندان نیستند. همان نامصدق، اما یک مسئله خردی در میان افتاده است. خواهرم در دهه ووژ در خانه عمکش زندگی دارد و به قلعه آمدن نمیخواهد. من هم تا به حال او را ندیدم. آدم فرستادم تا برگردد، نخواست. اگر ملالتان آید همراه به ووژ میرویم. یوسف علی خان راضی شد. البته شاهم باید به در همان خانه برویم که ولعمت زندگی میکند. یوسف علی خان کف به هم زد. حاجب به شتاب در آمد. یگان نفر چیکلینگ را به ووژ به خانه عمکت عبادالله بفرست. گوید که من همراه سید فرخشاه آمده ایستادم. برای من هم توشه و الاغ تیار کنید. حاجب دست به سینه گذاشت و به در رفت. مهربانیت سرمان را به آسمان رساند. منتداری اظهار کرد سید. چشمها روشن. این دو برادر را شناس نکردم. عوضبیک و نغزبیک پسران شکاربیک سوچانی. شاه برادران را با نگاه تیز زیر پیشانی از نظر گذراند و گفت پدرشان را می شناختم. گاهی به قلعه می آمد. این برادر را هم دیدم. او عوضبیک را نشان داد. عوضبیک در سوچان و غند نفوذ کلان دارد. افزود سید فرخشاه. اگر گویم که در خانه اینها کلان شدم مبالغه نیست. شما غضنفر را می شناسید؟ بناخواست سؤال کرد یوسف علی خان. محصل ما در غند بالاست. البته می شناسیم شاهم، پاسخ داد عوضبیک. غضنفر را کی نمی شناسد؟ مرد شهرتمند است. گزارتان به آن طرف ها افتاد گوید که به نزدم بیاید. البته شاهم. برابر دست روی دل گذاشتند برادران. سید فرخشاه یک خوشه انگور کشمش سیاه رنگ را برداشت و آن را چرخ زنانده تماشا کنان گفت شاه، برای برقراری صلاح دولت مصلحت خردی دارم. نه شاه محبت خان نه شاه عبدالرحیم خان آن را به نظر نگرفتند. یوسف علی خان فکر کرد که سید فرخشاه از سر بین او و غضنفر خبری دارد. بنابراین استخوانی را که با اشتها دندان میزد روی دستارخوان گذاشت و پرسید چی مصلحتی بوده است آن؟ همین درفش مجوسان را از سردیواری تخت بگیر. من عنایت الله تعالی ملکمان مسلمان آباد است. دور آن به بازگشت گذشت. شاه خرسند از آن که سید از غضنفر گپ نکشاد گویا درفش را بار اول میدیده باشد سر برداشت و دقیقه آن را از نظر گذراند و گفت سید، سر این درفش چقدر کشماکش و غوغا بود خودت از من بهتر میدانی. اما کندن آن باعث نارضایی یک عده بزرگ خلق می شود که حکایت برای یک کیک به آتش افکندن پوستین را می ماند. دور نرویم یکی از سرسخت‌ترین طرفدارانش آتشداران استانبول پدر و باباهای همین دو مرید حاضر و ناظرت بودند. از مریدان من دلت پر باشد. به آهنگ افتخار گفت پیر من برای کاکلزری بدلی شایسته ساختم. باور دارم که اگر آن را به فقرا نشان داده درفش شغلان قرار دهیم همه راضی می شوند. تدبیر درست، قناعتمند سرجنبان یوسف علی خان. پیران خلق را راضی کنند نوران علی نور. برای من مهم صلاح مملکت است.
سید فرخشاه دعای دستارخوان خواند و همگی بیرون برآمدند. یوسف علی خان سوغاتی آورده‌اش را تقدیم کرد و همراه چند ملازم شاه عازم دهه وش شدند. شاه دختری سرگشته. اکرام بیگم رشته ها را درون غداره پرآب گذاشت و جوان 19-20 ساله را که از نوده های وقتی شاه جاروب درست میکرد پرسید: عزیز خان، زمش وعده کردگی در کجاست؟ عزیز خان شاخه ها را به زمین گذاشت و جواب داد: در طاق دهلیز مانده بودم. و چالاک سوی خانه رفت. این اثنا سوار در تاز رسید و اسبش را راست در نزد دختر نگاه داشت و گفت: والعمد عبادالله را آگاه کن که پس از چاشتگاه شاه همراه پیر سید فرخشاه به خانه اش آمدن است. اکرام بیگم از گستاخی چاپار و شنیدن نام برادرش ناراحت شده با ستیزه پاسخ داد: السلام علیکم برادر سوارگرد. آداب چنین است که سوار پیاده را سلام می دهد. ببخش خواهر، از سراسیمگی فراموش کردم. عبادالله را بینم یا گپم را می رسانی؟ وای حالا در خانه نیست. وقتی که آمد البته می رسانم. فرار آب و طعام کنیم. نه، باز چند امر دیگر دارم که تا آمدن شاه باید انجام دهم. چاپار اسبش را محمل زد. عزیز خان برآمد و سوار شتاب زده را دم تماشا کرد و پرسید: این آتش بسر چی میخواست؟ گفت که بعد چاشت شاه و سید فرخشاه به خانه اما می آیند. خود یوسف علی خان؟ نخود. ناباورانه گفت جوان و کیسچه زمش را به دست او داد. اکرام بیگم دهان کیسه را کشاد و نیم ماده زرد رنگ را به غداره‌ای که آبش خون بر این سرخ بود ریخت و با چوب رشته ها را برداشته و غویتانده اول 3 بار شاگون شاگون سوخ سوخ گویان ورد خواند و پس به جوان رو آورد: ها، خود یوسف علی خان همراه پیر ملک آمدنی اند. تعیین برای دیدن تو می آیند خواهر. نباشد باور دارم پدرم در گوشه خیالشون هم نیست. شاید برای دیدن من، شاید کار دیگری داشته باشند. در هر صورت پدرت را زود به خانه جرزند. من گیسواری عروس تو و جامه بره قربانی را رنگ کنم. همراه مادرت پی آش و نان می شویم. عزیز خان شاخ جاروب نیم تیار را درون ایوان هوا داد و راه خانه همسایه‌شان را که سور داشت و پدرش به آنجا رفته بود پیش گرفت. اکرام بیگم ریسمان رنگ شده را برآورده روی تخته گذاشت و باز یک دسته رشته تازه را به غداره انداخته پهلوگردان کردن گرفت. او برادرش یوسف علی خان را 15 سال رسا ندیده است. حالا هم دیدن نمیخواست، ولی علاج ندارد، زیرا صاحب خانه امکش بود و عبادالله با جیانهایش افتخار نکند هم حرمتشان را نگاه می داشت. اکرام بیگم از دست برادرانش یگان روز خوشی ندیده است. 10 ساله بود که آنها بر ضد پدرشان عصیان برداشته تختش را صاحب شدند و او را به دهه بجو که به مثل کوه قاف میان قله های برفپوش آسمانبوس جای گرفته است بدرقه کردند. اکرام بیگم همراه پدر و مادرش چند سال خواری و محرومیت های این حبسخانه طبیعی را کشید. اگر مهربانی و انسان دوستی به جویان نمی بود، آنها که در عمرشان به قول دست به آب سرد نزده بودند یقینا هلاک می شدند. دختر که به نوازش دایه و پرستاران و دربار سیر آدم و پربچه عادت کرده بود، در این دهه‌ای که 8 ماه زمستان پربرف و بسیار خنک داشت دلگیر شده پدر و مادرش را زاره می کرد که به بحر پنجه برگردند. اما آنها با وعده ها او را با امید می کردند و خلاص
حتی به ده پسبجو که از سر کوه باغ و راغ و خانه های بونه های آن برملا می نمود نمی فرامدند. تنها پس از 3 سال وقتی که اکرام بیگم بد و نیک جهان را می شناختگی شد، روز مادر از سوال نوبتی نانجان کی به خانه اما می رویم به تنگ آمده جواب داد که برادرانت نمی مانند. ولی اکرام بیگم باور نکرد. اندیشید که مادر بهانه می بافد، نباشد فرزند چه حد دارد که پدر و مادر خود را به خانه خودشان در آمدن نماند؟ برای چی نمی مانند؟ از این سوال مادر آنقدر غمگین گشت که انگار یک دسته گل پژمرده را به چهرهش پاشیدند. از پدرت پرس، پاسخ داد مادر و سر خم کرد و آهی به درد کشید. اکرام بیگم از پدرش می ترسید. قیافه جدی، کمگپی و نگاه های همه وقت ناراضیانه اش امکان نمی دادند که دختر در نزد او خود را آزاد حس کند. از فکر آنکه چطور سوال دل خود را از پدر پرسد شب خوابش نبود. گاهی هم که غنب می زد برادرانش محبت خان و یوسف علی خان به خوابش می در آمدند. دختر چهره آنها و بخصوص برادران همسالش عبدالغازی و عبدالشهید را به یاد آورده دلش گم می زد. وی آنها را سخت پزمان شده بود، به درجه ای که می خواست پرنده شود و به نزدشان پرواز کند. روز دیگر تمام جرأتش را جمع آورد و از پدرش که در صوفه ایوان صبحانه می خورد پرسید: تدجان، برای چی یوسف و محبت ما را نمی مانند که به خانه امان برگردیم؟ چمچه دست عبدالرحیم خان چند ثانیه معلق ماند. نگاه تیزش روی دختر را اول خراشید، ثانی تندی اش کاهید و جای آن را افاده یأس و نومیدی گرفت. وی چمچه را درون کارسان گذاشت، سلفه قلبکی کرد و گفت: کمی سیر شوند میمانند دخترم. سالها گذشتند اما برادرانش هیچ سیرایی نداشتند. روز 7 نوکر مسلح آمدند و خانواده اکرام بیگم را با کوچ و بندش به اسب و خچیرها بار کرده به غوند هی کردند. وقتی که به پارشنیو رسیدند، پدر از سردار نوکران خواهش کرد که دخترش را از دریا گذرانده به خانه عبادالله خان برد. پس از آنکه شاه چند تنگه به کفش گذاشت، افسر راضی شد. هنگامی که کاروانشان روبروی قلعه بحرپنجه رسید، عبدالرحیم خان به دخترش رو آورد: بیبی، در همین جا سرنوشت تو را از من جدا می کند. به قلعه ندرآ. آن برای پدرم مال نشد، برای من مال نشد، برای برادرانت هم مال نمی شود. راست به خانه عبادالله رو. من در وقتش او را از چنگال اجل خلاص کرده در وجه پدرود زمین داده بودم. وی انسان نمکشناس است. بگو که من تو را به او را به خدا سپردم. در همانجا اکرام بیگم از پدر و مادر جدا شد. مادرش ناله و فغان برداشت. پدر او را به زور از آغوش مادر کنده به سینه پخش کرد و از پیشانیش بوسید و نیمشونوا گفت: دخترم، به مال و دولت دل نبند، دل به خدا ببند. و همیان چرمین را به دستش قپاند. این تنگه ها به 10 سال حیاتت می رسند. پوشاک و پلاست با توست. این اسب و 2 خچیر را هم به تو بخشیدم. و او را به اسب شناند و اشاره کرد که حرکت کنند. افسر اکرام بیگم را با 2 خچیربار به خانه عبادالله رساند و رفت. عبادالله مرد بلند قامت پرپیکر سرخگون همراه زنش بی دولت دختر را با چهره کشاد و شادی به انتها قبول کردند. پس از 1 ماه خبر رسید که پدرش در قشلاق برسین مرده و جسدش را به بحرپنجه آوردند. عبادالله اکرام بیگم را برای گسیل جنازه به بحرپنجه برد، ولی آنها را به درون راه ندادند. هرچند عبادالله خان زاره کرد که اکرام بیگم باید نعش پدرش را بیند، قلعه‌دار راضی نشد. این بود که اکرام بیگم هم در قطار مردم دیگر تابوت پدرش را در نزد دروازه قلعه دید و با آه و شیون فلکسوز از همان جا به راه آخرت گسیل نمود. عبادالله از پس جنازه به گورستان رفت. اکرام بیگم هرچند لابه و زاری کرد که او را به نزد مادر و برادرانش را دهند، کسی گپش را نگرفت. گفتند که برادران هر دو در روشانند و مادرش در برسین مانده است. پس جز
که همراه درباریان از مراسم دفن برگشته به قلعه درآید باز هم کامیاب نشد. گفتند دستور چنین است که کسی را راه ندهند. با امیدی در آمدن به بحر پنجه همراه امکش 1 هفته در بحر ماندند، ولی مرادشان حاصل نشد. آخر دلشکسته و پرشکسته با عداوت و نفرت بی پایان به یوسف علی خان و محبت خان به وج پدرود برگشت. هنوز اشک در چشمانش خشک نشده 3 روز پس خبر آمد که 2 برادر دوست داشته اش عبدالشهید و عبدالغازی را که یکمی 7 ساله و دومی 9 ساله بودند در غون تیر زده هلاک کردند. اکرام بیگیم آرام و قرار را از دست داد. آنقدر گریست که از هوش رفت و 3 شبانه روز به خود نآمد. گمان کردند که غصه کف شده می‌مرد، اما صبح روز 4 از خواب گران بیدار شد و تا روز دیگر ناجنبان در روی بسترش نشست. عبدالشهید و عبدالغازی با او مادر جدا باشند هم برایش از تمام برادرانش عزیزتر بودند. اکرام بیگیم در سرای سنگ همراه آنها ایام شیرین کودکیش را گذرانده بود. با آنها به سیر و گشت می برآمد، همراهشان درس می خواند، در حجره آنها زندگی می کرد. مادرشان سفرما زن زیبای روشانی اصل بود. وی اکرام بیگیم را برابر فرزندان خود دوست می داشت. او را هر روز چون عروسک آرا و تارا می داد و به هر جا که می رفت همراه خود می برد. سببش این بود که سفرما دختر نداشت و بر آن بود که اگر اکرام بیگیم را دوستداری کند فرزند آیندهش حتما دختر می شود. مادر اکرام بیگیم برای پرهیزکاری و آزادگیش به سفرما احترام خاصه داشت. بنابراین شوهرش آنقدر راضی نباشد هم به مناسبت نیکی بین دختر و مادر اندر خلل نمی رساند. نگرانی عبدالرحیم خان از آن بود که سفرما مذهب شوهرش را قبول نکرد و فرزندانش را هم به طریقت خود تربیت می‌داد. از بس که پدرش شخص صاحب نفوذ بود، شاه جرأت نداشت که اراده خود را به سر دختر او بار کند. غیر از این حاکمیت طولانی قطغنی‌ها سنیان و اسماعیلان را مجبور کرد که با هم در مدارا و مراسها زندگی کرده با احترام سنت و رسومات مذهبی همدیگر عادت کنند. با همه این عبدالرحیم خان به هیچ وجه نمیخواست که فرزندان سفرما ولی عهد او باشند و محبت خان هم چون به شاهی رسید برای آنکه مبادا توسط برادران مادر جدایش حاکمیت به دست اسماعیلیان بیفتد آنها را به قتل رساند. آن هنگام عقل اکرام بیگیم چنین نازکی های سیاست را نمی گرفت، ولی حس می کرد که در مرگ پدر و عبدالشهید و عبدالغازی عزیز او برادران خودخواهش دست دارند و در برسیم ماندن مادرش هم افسانه بافته آنهاست. امکش عبادالله که 7 پشت اجدادش حاکم شاخدره گذشته بودند البته می دانست که سرچشمه ضدیت ها در کجاست و کدام حاکم چگونه نفس می کشد، ولی بغیر از پسرش عزیز خان به کسی در خصوص سیاست دهان نمی کشد. او از تجربه تلخ خودش می دانست که با حاکمان بازی کردن چه فاجعه های داشته می تواند. برای آنکه عبدالرحیم خان بر شاخدره حاکم مطلق گردد بابایش قربان جان را زهر خوراند. امکش میر حاتم بیک را به دست خود شاخدره‌ای ها هلاک نمود. پدرش هم قربان جنگ های تشکیل کرده او گردید. به طالع نیکش او و عبدالرحیم خان خاله بچه بودند. نباشد حالا در کدام کنج شاخدره زیر خاک سیاه می خوابید. شاه به او رحم کرد و وقتی که برای حاکم تعیین نمودن پسرش امیر بیک به شاخدره آمد عبادالله خان را همراه خود به پای تخت آورد و در دهه وش پدرود برایش زمین جدا کرد که خانه و در بسازد. در اینجا عبادالله خان زیر نظارت او قرار داشت و نمی توانست که برای به دست آوردن تاج و تخت اولادش شورش و عصیان بردارد. از این رو وقتی که از وضع روزگار چیزی از او میپرسیدند چشمان دریارنگش را نیم پوش کرده سر می جنباند و این بیت را می خواند: از تقاضای زمانه قند را گویم نمک، خیرس را خوانم تقای و خوک را گویم امک. در جنگ و مقابلت هایی که همدیهگانش بر ضد محبت خان برداشتند بی‌طرفی را اختیار نمود. پسرش عزیز خان را
که جوان خونگرم با کتف و بازوی بود و به شورشگران پیوسته می‌خواست تأکید کرد که اگر به چنین کار دست بزند قدمش را به خانه نگذارد. فکر نکن که پدرت ترسانچک و به اهمیت است. سبب رفتارش را توضیح داد پدر. ما باید به وطن خودمان برگردیم. اگر به جنجال‌ها همراه شویم 7 پشت آینده امان هم دیگر روی شاخ دره را نمی بیند. این ظالمان به من و تو هم یکدیگر را چون کرم خورده نابود می سازند. انجامی گفتار هفتم. شنونده های گرامی، شما خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ عطا میرخواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبدالله جان محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.